اوکی. میخوام یک دسته پای مخالف رو توضیح بدم. خب یه دسته پای موافق خیلی به هر حال اجرا کردنش راحت‌تر هستش. این یه مقدار سخت‌تر هست ولی کاراییش هم 100% بیشتر هست. توی یک دسته پای مخالف وقتی ما حریف دستش رو میذاره روی گردن ما، ما از قسمت این ساید دستمون، قسمتی که استخوان داره و حالت خشن‌تری هست، مثل یک چاقو استفاده میکنه. من دستم رو میذارم روی ساید حریف، کنار میبرم، همزمان من باید دستم رو کامل دور بازو بپیچم، یعنی مچ من اینجا نمیاد، مچ من کامل میچرخه، همزمان میاد تو. اگه دقت بکنید زمانی که میاد پایین، من مچ دستم یه مقدار میچرخونم، میرم توی بدن حریف. حالا من میتونم همزمان هم پای حریف رو بگیرم، میتونم اینجا اجرا بکنم، ولی من ترجیح میدم که همون دست رو ادامه بدم. یعنی زمانی که من به این حالت فن رو میگیرم، میارم، فن رو اجرا میکنم، میرم توی بدن حریف، یعنی کامل من داخل بدن حریف نشستم، فن رو اینجا دوباره یه بار دیگه اجرا میکنم، دست رو کنار میکشم، میرم توی بدن و میتونم دستش رو دوباره بگیرم. Thank you, Hassan. You're welcome. Thank you so much.